الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل از آغاز صحبتمان از خداوند بسیار بسیار بی‌نیاز و بی‌مثل و بی‌مانند، از اللهی که بی‌مکان هست، دعاگو هستم که محبت ما و شما را، میل‌های ما و شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند. الله را دعاگو هستم که لغزشامون، کمبودی‌هامون، خطاهامون الله مهربان بخشیده بگرداند. و از الله مهربان دعاگو هستم که جمیع گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کنه. بیماری هامون شفای کامل و شفای عاجل نصیب کنه. حاجتمندها داریم، هر حاجتایی که دارن الله مهربان با فضل کرم خود برآورده کنه. جمیع مسافرهای ما و شما را هم در هر یک گوشه که باشند کاراشون در خدای مهربان برار و برکت و کشایش و با دست پر و با وقت خوش گشت آمدن شونه الله مهربان موفقشون گردانه. و خدای مهربان دعاگو هستیم که در این ملک ما و شما، در این دیار ما و شما همیشه آسودگی و آرامی و بیغمی و خداوند ما و شما را فرا گیره و همه ما و شما را الله مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران خیلی گرامی، در این لحظه هایی که ما و شما قرار داریم، بسیاری از برادران و خواهران از من خواهش کردند که یک چند سوال هایی که خیلی سوال ها گویم دیگر نمی شود، عددی او را گفته نمی شود، خیلی سوال های زیادی هست، ولی از بس که همین مشغولیت هامون بسیاره دیگر با سوال و جواب های شما رسیده نمیتونیم، ولی تا حد الامکان من الحال یک چند مسئله هایی که به من ارسال شدگیان خواهش کردن من به سمع شما میرسانم. اولین سوالی که از من کردن سوالی هست که گفتن که آیا حج ای جانب نفری که از دنیا گذشته است، یعنی در قید حیات نیست، خواه پدرای، خواه مادرای، خواه کدام نفری نباشد، اگر ما از جانب وی حج کنیم آیا ثوابش به همون نفر میرسد یا نمیرسد؟ برادران و خواهران گرامی، شما میتونید مراجعت کنید در کتاب معتبری که ما و شما داریم به نام صحیح مسلم، در حدیث 1149 که راوی این حدیث عبدالله ابن بریده هست که زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و از وفات مادرشون مقصد خبر داد و با پیامبر گرامی گفتند که حضرت مقصد مادر من حج کردگی نبود، اگر من از جانب او حج کنم آیا حج او حج من در حق او قبول می شود یا نه؟ پیامبر گرامی برای اجازت دادند، گفتند رو مقصد ای جانبش حج کن، حج تو قبول هست.
و این خاطر ایرا حج بدل میگن یا تاجیکای ما حج نیابتی میگن. و این خاطر شما از طرف نفرهایی که مرده هن یا نفرهایی که بیماریشون به مرگ میبرد، یعنی خیلی در حالت ناگوار قرار دارن، امکانیت دارد ولی بیمار است، بیماری که دیگر از او یگان امیدی نیست. ای جانبی ویم که اگر ما رفته به شرط حج کنیم، حج ما البته به البته درست می شود. خلاص فکر میکنم جواب شما با همین انجام می یابد. یعنی حج از جانب نفر گذشته و از جانب بیماری که میگذرد، بیماریش یعنی بیماری وزنینه، حج انجام دهیم، حج البته چی هست؟ قبول می شود. فقط در حالت همون گویم احرام پوشیدن یا غسل کردن، ما در همونجا نیتی که میکنیم برای حج نام همون نفره میگیریم، نام همون نفره میگیریم که پروردگار آمین حجی که من از جانب فلانی میکنم همین را شما به درگاهت قبول کنید گفته بود، آوازی ما نمیکنیم، احرام نمیپوشیم و سفربری به همون مقصد مکان میشویم. و برادر عزیز در همین جا یک چی ناگفته نماند، حج برادر عزیز و گرامی در گردن ما و شما یک بار است. یعنی یک بار اگر مبلغی فرضی را داشته باشیم یا گوییم که در برابرش حج عمره هم در عمرمان یک بار حج فرضی است و یک بار حج عمره است و همین ها را که انجام دادیم دیگر دفعه دوم دفعه سیوم یعنی به گردن ما و شما نه فرض است نه واجب است. از این لحاظ اگر امروز که ما به خاطر اگر اینجا در یک مسئله که مسئله به خاطر ثواب اگر باشد، به خاطر مثال پاداش گرفتن باشد، از حج دوم و سیوم ده لازمتر و ضرورتر برادرای عزیز و گرامی دستی مردمی نیازمند گرفتن، البته از ثواب او چندین برابر بالاتر و بهتر است. اگر ما همین را قبول کنیم بسیار برای ما و شما خیر زیاده دارد، بسیار یک دستگیری برای مردم خودمان می شود و انشاءالله در عوض این دستگیری ها تو پیشگاه پروردگار ده هم خیلی هم دنیات بگیم آباده هم آخرتت آباده. در برابر این باز گفتنی هم که برادرای عزیز و گرامی وقتی که همون با سفر حج میرین، در همون حج خب یعنی مسئله غیبت کردن، مسئله بگیم که در اونجا جنجال کردن، مسئله حقارت کردن، این چیزها را برادرها و خواهرای گرامی از اینجا با اونجا را گرفته نبریم. شما میدونید که در اونجا اگر یک ثواب 100,000 ثواب باشد، یک گناه هم 100,000 گناه است. و این خاطر بسیار من در سفری که سالی گذشته داشتم میبینی که مردم به غیبت و به حقارت و به جنجال و باور کنین خیلی این غم انگیزه. این برای حاجی مناسب نیست که مقصد وقتی عنوان حاجگی میگیری و یا اینکه مقصد بگیم در همین خیلی مکانهای مقدس میره قدم میزنی، در همون جای با این احوال این بسیار یک خجالت و شرمندگیه. و در اونجا میره میبینی اکثری مردم از عبادتش در صورتگیریشون بسیاره. مردم هم میبینی فقط در گرد خانه کعبه همین تلفن ها ویدیویز ماندگی و همین طرف دیگه تمامی نفری نیست که دیگه فکر میکنم که او را زنگ زده و او را آگاه کرده و دیگر. آخه در گرد خانه کعبه وقتی میرین همون مردم ها را میبینین
چقدر مثال بعد میم در اینجا تعریف میکنیم که اونا مردم اندونزیا قرآن خوانن و مردم نو سیاپوستش سنگ کعبه را در آغوش میگیرن و یعنی محبت های او را میم بعد در اینجا تعریف میکنیم. و این خاطر شما هم وقتی که خدا موفقتون گردونده اونجا جای تلفن بازی نیست، اونجا جای سلفی کردن نیست، اونجا مقصد جایی هست که هر یک دقیقتون غنیمت بدانین و فقط و فقط عبادت بکنین، توبه کنین. ببینین هر یک رکعت نمازتون 100,000 ببین 100,000 ثواب و اجر در هر یک رکعت نماز شما هست. و دیگر چیزی که در همین بابت با گفتنیم بعد از حجم که آمدین اکمون قاعده و قانون و ترتیبی که باید حاجی داشته باشد همون چیز هم ای دست نتین، همون هم ای دست نتین. و این بسیار بسیار مهم است که در شأن حاجی وقتی بیاید حاجی از همون یک نشانه میدونی که نشانه قبول حج چیه. میگه وقتی که تا حج ای آدم دروغگو بود، تا حج ای آدم مردم آزار میداد، یعنی تا حج رفتنش مردم غیبت میکرد میگشت. ببین تا حج یعنی همین کردارهای بد زیاد داشته. وقتی ای حج میآید میبینیش که یگان همون رفتارها و خصلت‌های زشتی که داشت هیچ کدامش مقصد همراهش نیست دیگه. الحمدلله که اصلاح شده است. میگن همین نشانه قبولی انمون حج بنده هست. نه که وقتی از اوجا آمدی گفتی همین شاعرها مار بودی و اژدهار شدی، از اوجا آمدی مقصد غیبت بود باز همو کارت غیبت، آمدی دروغ گفتن با همو دروغ، آمدی حق مردم خوردن با همو حق مردم. اگه ای دیگر برادری عزیز یا مادری عزیز سخت و نرسد همو گفتی بعد شیخ سعدی می شود سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. برای همین پیش از حج رفتن همه اندیشه را بکن که من بعد حج آمدن باید مقصد حاجی باشم، همچه یک آدمی نمونه باشم، باید همچه یک آدمی که دست و زبانم دیگر پاک باشد. ببین انا این چیز برای ما خیلی و خیلی مهم هست. خداوند همه شما را نگهبان باشد. سوال دیگری که در اینجا آمده است، از مادرها و خواهرها خیلی خواهش کردند که در زمان همون حج وقتی که به بیماری ماهانه مبتلا می شود، یعنی بگیم یعنی بیماری حیض میگن، خون دیدن، آیا ما در همین حالت مقصد چی کار کنیم؟ در این بابت مادرها و خواهرای عزیز حقیقتا در مذهب امام ابو حنیفه برای آدم در حالت حیض بودن حق داخل شدن این مسجد نداره یا حق طواف کردن در خانه کعبه را از نظر مذهب امام ابو حنیفه ما نداریم. ولی مادامی که در او مکانی که شما رفتین اگر شما مقصد همون عادت تونه نگاه کنین که بعضی زنها 3 و ما میدونیم که کمترینی مثال همون ماهانه 3 روزه، زیاد بلندش 10 روزه. برای بعضی زنهای هست شاید همون 10 روز بینن، شاید 7 روز بینن. اما مهلتی که شما در اوجه هستین مهلت هم کمه. شما مثال اگر بیستین تا همون بگیم که خشک شیدن و قاق شدن همون خون شاید که دیگر وقتان تمام شود، دیگر شما نه امکانیتی حج کردن نداری. و از همین لحاظ در این باب الله رحمت کند صاحب محمود الفتاوا را مفتی خدای نظر در کتابش از
بگیم افتای مصر، دارالمصر، انا 4 چیزی را در همینجا برای ما و شما آگاه کردن که در همین حالت باید زنها چیکار کنن. میگه یکم همین که اکو اینجا دا فقط حاضر ای مذهب امام احمد، مذهب امام شافعی، مذهب امام مالک من برای شما مقصد دلیل ها و حجت ها را میارم و با همین مقصد ماها را گفتن پیروی از همین باید ما کنیم. همین جمع به خاطر که یعنی دیگر وقتا ما کمه، یعنی امکانیت که نیست، از روی ضرورت دیگر باید که این چیزایی که در اینجا فرمودن ما باید انجام بدیم. پیش از اونی که من گویم اگر نفرهایی که امکانیت مالیشون خوب باشه، یعنی پول دارن، اینا میتونن که در همون حالتی مثال بگیم همون حیض بدنشون بروان مسجد بدروین طواف کنن، ولی در همینجا جنایت حساب جنایت که میشود باید جنایت یک گاو یا یک شتر مقصد در آنجا باید شما ذبح کنید. اگر امکانیت مالی و پولیتون باشد شما میتونید که امیره مثال با همین طرز انجام بدید، ولی وقتی که این امکانیت ندارین میگه همون 4 چیزی را که یادآور شدن، میگه یکم همین که یک نفری را از جانب خودت ببین نماینده روان میکنی، از تن تو طواف میکنن. من باز میگم اینها از دایره مذهب خودمان ابو حنیفه نیست. در مذهب امام ابو حنیفه یعنی نیابتا یک از ایتن یک کس رفته طواف کنند اجازت نمیده، ولی باز میگم که از حساب ضرورتی که در اونجا پیدا شده و این خاطر مادرای ما میتونن یک نفر روان کنن، یا اینکه در اونجا میتونن که میگه انا در همون حالتایی که گاه مقصد همون خون میبرایه و گاه در حالتایی که نمیبرایه، در همین حالتا میتوند که رفته مقصد همون طواف کنند، یعنی حالتی که همون خون قطع میشوه همون حالت نمیدونه که برای طواف بکنن. سیو میگه حالت شمیه که دارو استعمال کنن، دارویی که دیگر پیشگیری از همون ریختن خون کند، اینش هم اجازته. و 4 اجازتی که هست میگه در این حالت میگه پارچه لطه را مستحکم میبنده و رفته مقصد طواف میکنه. همین 4 راه برای مثال زنهایی که یکی در همونجا به همین بیماری مبتلا شوند، این راه های مقصد خلاصیش همین هست. انشاءالله گمان میکنم که فهمیدین که باید در همون حالت شما چیکار انجام بدید. خب سوال دیگری که در اینجا کردن، یک برادر عزیزی ما بسیار یک سخن عجیب گفتن اگر همین یک آدمی عامی، یک آدمی بی علم، یک آدمی که ملا نیست بگیم، یک داملا را یا یک ملا را وقتی در محفل معرکه و در پیش مردم میشینه غیبت میکنه، ببین تهمتش میکنه، غیبتش میکنه. خب انا و در اینجا گفتن که بی سوادش میگه، خلاص تا جای اومده است که حتی از پشتش نماز نخونین. اگر میگه میره یک آدمی عامی به شرطی یک ملا را اگر غیبت کنه، در ملاها او را حکمش میبرورن، ای یک بدبخت، یک منافق، انا یک مقصد بگیم دشمن خدا های در کل شو، حتی دیگه کافر شم میگن، به خاطری که این داملا را یا ملا را یا شیخ چکو کرد، غیبت کرد. یکی میگه وقتی که اگر همین ملا را غیبت کنه بعد جا حکم اینا چی میشود؟ عجایب یک سوال ده برادر عزیز. شما برادر عزیز و گرامی دانین که این بسیار یک مصیبت کلان است، بسیار یک درد کلان است. وقتی که میبینین یک داملا یا یک شیخ یا یک مثال بگیم مولوی یک نفری همو
мавлавӣ дигара ё домлои дигара ё як муллои дигара вақте ғайбат мекунад, и бисёр як мусибати калон аст, бениҳояти бениҳоят мусибати калон аст. аз ин лиҳоз бародарои азиз ва гиромӣ, ин барои домло ин бо бисёр мушкилтара аз гуноҳи ӯ одами бесавод да. хоб ӯ бесавод ай, ӯ бечора намедонист ки худои меҳрубон дар Қуръон дар сураи Ҳуҷурот гуфтааст ки вало яхтаб баъзукум баъзан. ӯ намедонист ин оятеро ки якдигартона шумо бояд ғайбат накунед. ҳаргоҳе ки шумо якдигарро ки ғайбат кардин, шумо ҳамчунон аст ки гӯшти хук хӯрдистед. бин як гӯшти мурдара шумо дар даҳонтон гирифтесед. аиб домлои бигем бефаҳми беақл ира медона, вале дидаву дониста вақте ки ин корро анҷом метаҳад, бародарои азиз ва гиромӣ, мусибат ба сари и зиёд аст. ба ҳамин хотире ки аллоҳи меҳрубон мегуфт лима тақулуна ма ла тафъалун. бин чаро худ мегӯед вале амал намекунед. бин худ мегӯед вале амал намекунед. яъне ин одам медонад, вале ин қадаре ки тавфиқи амал надорад. барои ҳамин буд ки мегуфтанд олим шудан осону одам шудан мушкил. яъне дар баробари ҳамин илм олимои мо бояд дуо кунанд ки худо ақлшон бидад. барои ин яке аз сабабҳои беақливу бефаҳмиву бефаросатӣ аст ки якдигаршона чӣ кор мекунанд? ғайбат мекунанд, якдигаршона туҳмат мекунанд, якдигаршона ба бадӣ ёд мекунанд. бин агар ҳамун дона ки дар ҳамун маҳфиле ки нишастай то як бародари хута, як бигем ки ҳамун ҳамкалеги хута бигем, вақте мегирӣ ту ғайбат мекунӣ, ба ҳоли ту ҳамунҳо механданд. ту чӣ андеша мекунӣ ки ба ҳаи гапҳо ту ака обрӯ гирифтӣ ё ту арзишу қадр қиматат баланд шид? Не, баръакс, ту вақте дар кори ҳаром даст мезанӣ, худованд барои хотири ин бадбахтӣ бо туро обрӯ қимат қадр метаҳад? Не, албатта. барои ҳамин бародарои хеле азизи гиромӣ, ман ба шумо муроҷиат мекунам ки ин албатта аввалан ку дар куҷое диден як аҳли илм вақте ғайбат мекунанд, як чиза донед, ин фақат ҳасадай, ин фақат дунёай, фақат и бигем ки ҳамун кинай, ин ҳамун буғзай, адоватай, дига ҳичи нест. ҳичи нест. мо аллоҳро аз ин бин пайғамбари гиромӣ дуо мекунем аллоҳумма инни аъузу бика мин илмин ла янфа. худоё ҳамин илме ки дар ӯ амал набошад ба сӯи ту паноҳ талаб мекунам. барои ҳамин касе илм дорад ба сӯи худо аз илми беамал ба сӯи аллоҳи меҳрубон паноҳ талаб кунад. бисёри як мусибати калонай касое ки дар ҳамун маҳфил бошану ва ғайбати ҳамун домлоро агар гӯш кунанд, онҳо ҳам бигем дар баробари ҳамун домло инҳо ҳам гунаҳгоранд ки сухани ҳамонро гӯш карданд. бояд дар ин ҳолат дарҳол маъракаи хелодама тарк кардан дар кор. хеле ки худои меҳрубон дар Қуръон мегӯяд қад афлаҳа алмуъминун аллазина ҳум фи салотihim хошиун валлазина ҳум ани лағви муъризун. бин вақте маъракаи ғайбатай, маъракаи бигем ки ғазабу қаҳри илоҳияй, ай ҳамунҷо агар ту буброӣ, худо мегӯяд ман ту муъмина наҷот метам. лекин агар дар баробари ҳамун истода ӯро гӯш кунӣ, ту ҳам баробари ҳамун руд сиёҳай. барои ҳамин хеле ва хеле дар ин масъало эҳтиёт кунем бародарои азиз ва ҳеҷ вақт мақсад ба ин чизо дода нашед. ҳамин худо раҳмат кунад, ҷаноби мавлои рума мегӯфт ки ақл гӯспандай, нафс гургай, имон чӯпонай. бибинед, агар ба шарте ки ҳамин имон мустаҳкам бошад, хоб яъне ҳамеша ҳамун молу ҳамун нафсу ҳамаи ҳамун дар ҳамун ҳолати контроланд.
لیکن اگر ایمان ضعیف باشد در همین چیکار میکند؟ نفس عقل میخوره. یعنی چیکاری که گرگ گوسفندا را میخوره، عقل نفس میخوره. برای این آدم نفسش، اونمو بخلی که گفتم، کینه گفتم، مثال همون دنیایی که گفتم، همه همیو در نفس میبره میچسبن. نفسی و عقل چه میخوره. بعد به همین کارهای بیمعنی چیکار میکند؟ دست میزنه. خدا رحمت کنه جنابی مولای روما میگو آدمی را نه به نطق و نه به ریش و نه به جان، تو تیم نطق و بزم ریش و خرم جان دارد. این به ظاهر برادر عزیز انسان باید آدم بها دادن در کار نیست. برای همین صاحب میگفت که مخور صاحب فریب فضل امامه ظاهر که در گنبد زیب مرزی صدا بسیار میپیچد. شما از ریش از سله اینها فریب نخورین که همو گنبزا را ببینین. مقصد گنبزای کلانند که در اوناشون مغز ندارن. خدا رحمت کند جناب صاحب میگفت لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن، نه همچو دریا خونخوار و پاک دامن باش. ولی دریا را ببینین همین خیلی زیبایی که یکی هزارها آدم غرق کردن نابود کردگیه. همین نفرایی که در ظاهر اینها مقصد نام ایشانی و داملاگی و مولویگی دارن، ولی کار اونها را میبینی که فقط آزار دادن و فقط غیبت و فقط مثال بگیم تهمت و دیگر خصلت‌های رذیله دارن. اینها برادر انمون دریای هستن که لباس ظاهرشون خوبه ولی باطنشون بسیار جزیره، بسیار جزیره. یک قصه در اینجا میارم، انشاءالله با همین سوال شما را انجام میتونم. حضرت عبدالله ابن عباس پیشش آمدن، یک نفر پیش آمد یک سوالش داد. گفت که حضرت همین بهترین روز کدام روزه؟ بهترین ماه کدام ماه ہے؟ و بهترین عمل کدام عمله؟ جناب عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفت که بهترین روز روز جمعه، بهترین ماه ماه رمضان، بهترین عمل 5 وقت نماز خواندن. وقتی که همین سوالا گرفتن پیش حضرت علی آمدن، پیش حضرت علی آمدن. خوب برادرای عزیز، کسی علم داره کسی بی علمه، به همین چیز خیلی اهمیت بتین. بسیار در حیات ما یگان دیگرگونی وارد میکنه. پیش حضرت علی آمد، همین سوالی را که عبدالله ابن عباس داده بود حضرت علی را داد. بهترین روز، بهترین ماه، بهترین عمل. و گفتنش که ما ای عبدالله ابن عباس سوال کردیم و بنده خدا ما را همین خیلی جواب داد. بهترین روز جمعه، بهترین ماه رمضان، بهترین عمل 5 وقت نماز خواندن. برادرای عزیز، معامله حضرت علی را ببینیم. چی گفت؟ گفت که لو سئل العلماء والفقهاء والحكماء من المشرق ومن المغرب لما اجابوا ما اجاب بمثل عبدالله ابن عباس. اگر تمامی عالم ها، دانشمند ها، فقیه های ای مشرق تا به مغرب اگر بپرسین، جوابی را که عبدالله ابن عباس داده است از این در بهتر دیگر جواب وجود ندارد. ولی گفت منم مقصد برای شما یک جواب میگم. برادر من مادام این خیلی جواب گفته است، من جوابی من این است: بهترین روز